این منی که دارین میبینین دقیقاً همین من دوشنبه امتحان بیماری‌های تنفسی و گوارشی داره، ولی مدیونید فکر کنید که چیزی براش خونده و آماده است. خب آخه زن حسابی من از وقتی یادم میاد دارم برای امتحانام میخونم و خب قطعاً فرصت نمیکنم کنار امتحان و درسایی که میدن رو هم بخونم و دیگه در نهایت همش رو هم جمع میشه. پس باید جمع کنیم بریم سالن که اگر خدا بخواد این امتحان رو هم خوب بدیم و تموم شه. همونطور که میبینید یه اندک برفی هم اومده در شهر ما و هوا به شدت سرد بود. به محض اینکه رسیدم سالن اول کتابامو جابجا کردم و گذاشتم اون بالا، قراره همشون رو بخونم برای امتحان. خوش به حال من. بعدشم جزوه های نازنین بیماری‌های تنفسی رو گذاشتم رو میز که دیگه جدی شروع کنیم بخونیم. ببینید مهمترین و اولین قدم برای درس خوندن قطعا شروع کردن به درس خوندنه. قطعا سخت ترینش هم هست و حالا بیشتر اوقات بعد از اینکه با خودمون کلنجار رفتیم و تونستیم شروع کنیم دیگه رو روال میافتیم. یعنی همین شروع کردن شاخ قول شکستنه ها. اول باید با خودت کنار بیای که دختر ببین چه خوشت بیاد چه نیاد امتحان داری، پس باید بشینی بخونی. اگه نخونی و دیر شروع کنی خودت اذیت میشی، 2 روز دیگه استرس میگیری دیگه بعد از بدتر. ولی اگه الان به هر ضرب و زوری که شده بشینی و بخونی هر چقدرم کم ولی دیگه استرس نمیگیری. حالا اینقدرم سر بود که من 6 لای دور خودم پتو پیچیدم و خواستم بگم که من قبل از هر درس خوندن این مکالمه رو با خودم دارم و همیشه هم هستم. مرسی که دیدی، ساب کن که همراهم باشی. خدافظ.